روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرها را از رادیوی آزادی تقدیم میکنیم. جسد احسان امینزاده گمانبر در حمله تمرینگاه بلگراد را در زادگاهش به خاک سپردند. یک مهاجر تاجیک را پس از یک سال بازداشت رها کردند. طالبان را به قتل 11 ساکن یک دهه متهم نمودند. روسیه ادعا درباره ترک نیروگاه اتمی اوکراین را رد کرد. جسد احسان امینزاده که به حمله به تمرینگاه بلگراد روسیه گمانبر است، روز 26 نوامبر در زادگاهش در دهه زرگر ناحیه کوشانیان به خاک سپرده شد. مقامات محلی روز 28 نوامبر گفتند که تابوت را باز نکردند و همگی نیم ساعت در دهه نگاه داشتند و زود به خاک سپردند. جسد او را هفته گذشته روسیه به پیوندانش سپرد. به نوشته مطبوعات روسیه، احسان امینزاده روز 15 اکتبر با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی به همیاراقانش در قسم نظامی بلگراد حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کس دیگر را زخمی نمودند. در آنجا سربازان را برای سفربری به جنگ اوکراین آماده می‌کردند. در سندهایی که در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد دیده می‌شود احسان امینزاده به صف ارتش روسیه جلب شده است. او 7 ماه پیش بر روسیه رفته بود و به گفته پیوندانش نیت داشت کار کند، نه اینکه به ارتش یا در جنگ با اوکراین برود. پترو کالین رئیس شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین روز 27 نوامبر گفت علامت‌های وجود دارد که روسیه آماده ترک نیروگاه عظیم و اتمی زاپاروژه است که ماه مارس و بعد مدت کوتاهی از حمله با اوکراین اشغال کرد. این حرکت یک تغییرات بزرگی در جبهه جنگ در ولایت جنوب شرقی زاپاروژه خواهد بود که بخشی از آن را روسیه تحت نظارت دارد. مقامات روسیه بیانیه مقامات اوکراینی را به اساس خواندند. شلیک و یا حمله‌های پیوسته از توپخانه به اطراف نیروگاه نگرانی‌ها از وقوع یک فلاکت اتمی در نیروگاه را با وجود آورده است که بزرگترین نیروگاه اتمی در اروپا و حساب می‌رود. دادگاه شهر ایرکوتسک روسیه امر داده است جمعبای اسکندرف، یکی از 4 مهاجر بازداشت شده تاجیک که پروندهشان سر و صدای زیادی در روسیه برانگیخت آزاد کرده شود. جمعبای و 3 همراه دیگری او را ماه نوامبر سال گذشته و بعد آتش زدن واگن زیستشان در دهه زلر ایرکوتسک دستگیر کردند. محمد طاهر اشرف، قربانمت صادقов، دلیر حسنов با اوباشی و قصد کشتار، ولی جمعبای اسکندرف تنها با اوباشی عیبدار میشد. یکی از پیوندان او روز 28 نوامبر با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که دادگاه روز 22 نوامبر قرار رهایی او را صادر کرد. به قول او دادگاه به شرط ترک نکردن مکان زیستش تا زمان پایان تفتیشات او را آزاد کرده است. تحقیق پرونده 3 مهاجر دیگر ادامه دارد و دادگاه مهلت تفتیش آنها را تا ماه فوریه سال آینده تمدید کرده است. پرونده مهاجران تاجیک در رسانه‌های روسیه سال گذشته سر و صدای زیادی برپا کرد و موضوع آن در سطح بالایی حکومت‌های تاجیکستان و روسیه بررسی شد. مهاجران کره تاجیک در ناحیه زلرسکی در یک واگن اقامت می‌کردند و می‌گویند که روز 12 نوامبر سال 2021 چند ساکن دهه واگن آنها را آتش زدند. در نتیجه 2 مهاجر دیگر تاجیک به هلاکت رسیدند و یک دیگر مجروح شد. در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و اقامت می‌کنند و شکایت‌ها از محاکمه‌های ناعادلانه و بیگناه به زندان محکوم شدن آنها زیاد است. بنا به گزارشات در نتیجه حمله طالبان به یک دهه در ولایت دایکندی کمش 9 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. بخش دری رادیو آزادی با تکیه به قول یکی از خویشاوندان عائله‌های آسیب دیده تعدادی کشته شدگان را 11 نفر گفته است. حمله روز 25 نوامبر در دهه سیواک شیبر رخ داده است که آنجا اقلیت‌های هزاره هم زندگی می‌کنند. بنیادی حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است کودکان هلاک شده از 1 تا 14 ساله بودند. طالبان گفتند که به گفته خودشان یک گروه یاغیان را کشتند. سازمان عفو بین الملل در گذشته طالبان را به هدف گرفتن اقلیت‌های هزاره که شیعه مذهب هستند متهم کرده است. در منطقه کلاب یک بیتاری کار میکند که مردم زیادی از تمام گوشه و کنار منطقه به سراغش میآیند. یورالی در ناحیه شمس‌الدین شاهین به طبابت حیوانات بیمار مشغول است. او گاهی حیوانی را جراحی میکند و گاهی دست و پای شکسته حیوانات را میبندد.
یورالی میگوید تصادفی کسب بیتاری را انتخاب کرد ولی از این کارش پشیمان نیست چون هم به مردم کمک میکند و هم جانوران بیزبانی بیمار و دستیاران انسان را از درد و رنج رها میکند. درباره این جوان که به کسب بیتاری دل بسته است گزارش داریم که 4 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی همراه میبینیم. و حالا قرب اسعار در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان برای روز 28 نوامبر قرب $1 آمریکایی را 10 سامانی و 21 درم و 1000 روبل روسی را 163 سامانی و 50 درم مقرر کرده است. قرب اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق داشته باشد. خبرهای از این بیشتر را شما در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام پیدا کنید. 4 ساعت پس ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه ما را در برنامه اخبار انتظار باشید. خدا نگهدار.